یک نماینده دادگاه شهرستان روز 7 دکبر با شرط ذکر نشدن نامش بر رده آزادی گفت محموراد آدینیف را با طلب دادستانی به حبس پیشکی گرفتند. به گفته این مقام دادگاه شهرستان، آدینیف دوام 2 ماه در زمان تفتیش پروندهش در بازداشتگاه میماند و احتمال سنه بازداشت او باز دراز کرده شود. دادستانی کل تاجیکستان روز 5 دکبر از بازداشت محموراد آدینیف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خبر داد و گفت نسبت او بر اساس قسم دوم ماده 237 کدکس جنایی یا اوباشی پرونده باز کردند. از روی این اتهام به آدینیف تا 116,000 تومان جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. خودداری مقامات از پیشنهاد معلومات بیشتر در رابطه با قضیه محموراد آدینیف ناروشنی‌های را در این باره زیاد کرده است. از جمله اینکه چرا محموراد آدینیف روز 29 اکتبر با مسئولین کمیسریات حربی شهرستان بحث لفظی داشت، ولی تقریبا بعد از گذشت 1 ماه نسبت او پرونده باز کردند. آن هم بعد از آن که محموراد آدینیف از تصمیمش برای گذراندن تظاهرات در مرکز دوشنبه خبر داد. در خبرنامه دادستانی کل تاجیکستان گفته می شود که محموراد آدینیف روز 29 اکتبر همراه با سابق همسرش مهرنگار رضایی و با بهانه آنکه کارمندان کمیسریات حربی به اساس پسر او آدینیف حاجی اکبر را به خدمت حربی دعوت کردند، ترتیبات جمعیتی را دغلان و ویران نموده نسبت نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیدند. اما نزدیکان محموراد آدینیف گفتند حادثه دیگر بود و آنها به خاطر زورن به کمیسریات بردن حاجی اکبر آدینیف ناراضگی کردند. روشن دیده بچه منه یکش دیده دوش دیده جیپا آمدن پیشانه این بچه دست در نوارهایی که محموراد آدینیف روز 29 اکتبر در صفحه فیسبوکش نشر کرد دیده می شود که او با ماموران کمیسریات حربی شهر حصار بحث دارد. در این نوارها آدینیف از آن ناراضگی دارد که چرا پسرش را زورا دستگیر کردند. بعد از این حادثه تا روز 20 نوامبر محموراد آدینیف در آزادی بود و صفحه فیسبوکش نیز فعال بود، ولی مقامات میگویند هنوز روز 20 نوامبر علیه محموراد آدینیف با ماده 237 کدکس جنایی پرونده باز کردند.